رئیس سازمان صنایع هوایی کشور از اجرای طرح هواپیمای رادارگریز قاهر خبر داد. تنوع ما ایجاد کردیم. امروز دیگه پروژه قاهر در نقش بدون سرنشین ظهور خواهد کرد. ما در حوزه پهپاد خب در کلاس‌های مختلف موشک‌ها، بمب‌های نقطه زن و اویونیک جنگال، در واقع حوزه شناسایی اینا داریم که دیگه حالا اون جای خودش. منتها ما سعی داریم می‌کنیم که این حوزه رو به بخش غیر نظامی هم سوق بدیم، چون می‌دونی هواپیمای بدون سرنشین در واقع قابلیت اینو دارن که در حوزه کشاورزی، در حوزه نقشه برداری و در حوزه حتی اطفاء حریق